سلام، خوش اومدید به کانال گالری الهامیر. امروز میخوایم ریمل اسنس پرنسس رو بررسی کنیم و ببینیم این محصول چرا محبوب شده. اگه به دنبال یه ریمل با حجم‌دهی خوب و جداسازی عالی موجه هستید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب از بسته‌بندی محصولمون شروع میکنیم که ببینیم که طراحیش چجوریه. طراحیش خیلی جمع و جوره، رنگش خیلی شیک و دخترونه است. روی بسته‌بندیش هم نوشته شده که این ریمل حجم و طول بیشتری داره، یعنی برای یعنی موجه ها رو بلند میکنه، حجم بیشتری میده. برسش هم همونطوری که میبینین خیلی نرم و انعطاف پذیره. اینجوری که مشاهده میکنین محصول حجمش هم استاندارده، برای استفاده های طولانی مدت استفاده میشه. ساخته ایتالیا هم هستش. قیمتش توی بازار از 390 تومن تا 450 تومن قیمت گذاری شده و به فروش میرسه. حالا بیام در مورد ویژگی ها و فرمول های این ریمل صحبت کنیم. فرمول این ریمل حاوی ویتامین ای هستش که برای موجه های حساس خیلی خوبه. ویتامین ای باعث میشه که موجه ها سالم بمونن و آسیب نبینن. حالا این محصولی هستش که پارابن نداره و روی چشم های حساس هم آزمایش شده، یعنی اگه چشمتون اشک کنه و سوزش داشته باشه این ریمل اصلا چشمای شما رو اذیت نمیکنه، پس خیالتون بابت استفاده از این ریمل راحت باشه. تولید کننده وعده داده که موجه ها رو بلندتر میکنه، پرپشت‌تر میکنه. و نکته جالبی در مورد این ریمل اینه که خیلی سبکه، چسبندگی نداره و یعنی بعد از استفاده از این ریمل هیچ حس سنگینی روی موجه هاتون یا چسبندگی حس نمی کنید. و یکی دیگه از خوبی های این ریمل اینه که سریع خوش میشه، پس میتونیم بلا فاصله لایه دوم رو روی موجه هاتون بزنید بدون اینکه این ریمل روی هم جمع بشه و تازه اینکه برای بار دوم استفاده کنین پرپشت‌تر هم موجه هاتون رو نشون میده. حالا برس این ریمل رو بهتون میخوام نشون بدم و نحوه استفادهش رو توضیح بدم. برای حجم بیشتر بهتره برس رو از ریشه شروع کنیم و به صورت زیگزاگ حرکت بدیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوای این ریمل رو به موجهاتون بزنین از ریشه میاییم بالا به صورت زیگزاگی میکشیم. حالا اگه هر چند باری که بخواین ریمل رو به موجهاتون بزنید، 2 بار، 3 بار، 1 بار، هر باری که خواستین این کار رو تکرار کنین همونجوری به صورت زیگزاگی امتحان کنین که پرپشت‌تر و حجم بیشتری رو میتونین روی موجهاتون ببینین. با این تکنیک ریمل به همه قسمت ها میرسه و نتیجه یک نواختی رو داره. حتی بدون موجه واقعی هم میتونید این برس رو استفاده کنید و تاثیرش رو روی بافت ریملتون ببینید. یعنی وقتی که موجهاتون مصنوعی هم باشه این ریمل رو اگه به این روش صحیح استفاده کنین همونجوری پرپشت و حجم بالایی داره. لایه های نازک بهتر میشن و از گلوله شدن ریمل روی موجهاتون جلوگیری میکنه. حالا یه لایه اول روی دست میزنیم تا ببینیم چقدر پوشش دهی ایجاد میکنه. لایه اولی که روی دست میزنیم به این صورت ایجاد میکنه. حالا اگه شما زیگزاگی امتحان کنین که پوشش خیلی زیادی داره، من حالا یه کوچولو تست کردم، فقط میخواستم مدلش رو نشون بدم که اینجوری زیگزاگی انجام بدین و هر چند بار که تکرار کنین حجم خیلی بالایی میده به موجه هاتون. حالا چند نکته کوتاه و مهم در مورد ریمل اسنسمون میگیم بهتون. برای پاک کردن اولا اینکه همیشه لایه های نازک بزنید تا ریمل گوله نشه و در نهایت هم اگه بخواین پاکش کنین از پاک کننده های آرایشی ملایم استفاده کنین تا موجه هاتون آسیب نبینه. این ریمل یه ریمل سبک و طبیعیه که برای استفاده روزمره و موقعیت های رسمی عالیه و میتونید استفاده کنید. حرکت زیگزاگ که همونطور که بهتون گفته بودم، حرکت زیگزاگ این برس ما باعث میشه که پوشش یک نواخت داشته باشه. یعنی اون حرکت زیگزاگ رو که انجام بدید باعث میشه تمام موجه هاتون مایه ریمل رو بگیره و به صورت یک نواخت نشون بده موجه هاتون رو.
و در نهایت اگر میخواین رنگ و پوشش دهی عمیق تری داشته باشه میتونید لایه دوم و سوم رو اضافه کنید. حالا میخوایم در مورد چند تا ریمل معروف که توی بازار میتونن با ریمل اسنس پرنسس رقابت داشته باشن در موردشون صحبت کنیم. ریمل گابرینی یه ریملیه که خیلی طرفدار داره، کیفیت بالایی داره و از نظر اقتصادی میتونه خیلی بصرفه باشه و قیمتش خیلی مناسبه. ریمل میرادور یه ریملیه که ظاهر خیلی شیکی داره، خیلی دخترونه است و اکثر خانم‌ها به خاطر ظاهر شیکش طرفدارش هستن، ولی خب کیفیت خیلی بالایی داره و حجم ریمل ها رو پر میکنه. ریمل اسنس صورتیمونم که دقیقا مثل ریمل اسنس پرنسسمون شرکتاشون یکی هستش و حجم دهی خیلی بالایی داره و نسبت به قیمتش خیلی طرفدار داره. ریمل ایزادورامونم که در نهایت آخرین محصول اون هست که معرفی میکنیم توی بازار قیمت خیلی بالایی داره و خیلی خیلی پرطرفداره و به خاطر قیمت بالایی که داره ولی همچنان همه طرفدارش هستن و ازش استفاده میکنن. دوستان یه جنبندی نهایی انجام میدیم در مورد ریمل اسنس پرنسس. همونطوری که توضیح دادیم صاف و غیر چسبندگی سبک، حجم و بلند کنندگی خوبی داره و برای استفاده روزمره‌تون میتونید ازش استفاده کنید. بافتش هم روی دست تست کردیم، یک نواخت و استفاده از چند لایه از این ریمل هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. من به این ریمل از 5 4.5 میدم. اگر شما تجربه استفاده از این ریمل رو دارین حتما توی کامنت ها به همون بگین. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین تا بررسی محصولات آرایشی بیشتری رو براتون بذارم. در مورد ریمل هایی هم که با ریمل اسنس پرنسس براتون توضیح دادم اگه دوست داشتین که ویدیوهای نقد و بررسیشون رو براتون بذارم، طریقه استفاده کردنشون و حجمشون و قیمت یا حالا هر چیزی که دوست دارین بدونین و توی کامنت ها به من اسم ریمل رو بگین، من براتون ویدیوهاشو میذارم. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین.